من تا امروز سرمربی دسته منتخبی گوشتنی سامبو جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتم و امروز با کمیته جوانان ورزش و ساحلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به نزد رامشو کمالوف رفتیم و در اونجا اون کس به من فهموند که من از روز شنبه انیقترش به فیلم روز جمعه فرمانی از سرمربی دسته منتخبی جمهوری تاجیکستان عضو کردن شما شد. بعد من فهمیدم رفتم مکتبی که ما کار میگیم مکتب مهارت عالی اوید به نمودهای گوشتین از دیرکتوری مکتب اون کس گفت که در دیرکتوری مکتب فرمانا هستن. گفتم فرماناتی؟ گفت من ندارم، در دستی دیرکتورای مکتب دادن. رفت من حاضر از اونجا فرمان گرفتیم. یگان اساسش نوشتگی نیست اونجا، یگان چی نوشتگی نیست در فرمان. من از 16 همین ماه فرمان شده است با امضای رئیس کمیته ملکشاه نعمت. یگان مجلس یگان هم صحبت نشدیم، اقلا فدراسیون جمع میکردن مربیان رو، اعضای فدراسیون جمع میشد، اقلا صحبت میکردیم در چی خاطر به چی اساس. این یگان گپ نشد، فقط در همینقدر من شنیدم که در چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین کلانسالان که در شهر کلوب به نزدیکی گذشت، در همونجا در وقتی مسابقه خیرلان نظریف میکروفونی همون بلندگویا که گرفت و گفت که ما میخواهیم که من امیر سلیمانوف به جاش گرفته ناصر بازار را تعیین کنیم. بعد من گفتم که خیرلان نظریف در یک جا ششتن در کار قرآن اعضای فدراسیون را دعوت کردن، کار مربیان را دعوت کردن، مربیای سامبو طول فعالیتی که ما اینقدر سال دستاورده و اینقدر پیشروی و اینقدر بیرق برداری ها اینا مشکل میشن به یگان مسئولیت، به صحبت، به چی، به اساس. خیلی ما مسئولیت کردیم به رئیس کمیته، من هم خیلی بعد خیلی بحث کردیم، لیکن بحثی به نتیجه جای بحث نبود، چون که در تالاری که مسابقه بازی های ورزشی رفته ایستاد اونجا جای بحث نبود. وقتی که اون ورزشگرا در گازیت و در تلویزیون برآمد کرده بودن که تا حتی از کمیته جوانان ما را پیشواز نامدن، بعد اینم رئیس هم خودش گفت که سلیمانوف من شاگرداتون در هر جا هر گپ میزنن. خیلی من گفتم رئیس من یگان گپی خطا نزدن، همون نسبت به همون کارنمایی‌هاشون که قدر نکردن هیچ کس ما را نامد، به همون خاطر ورزشگر است، وای آزاد است، خیلی وای آزاد است. من وای نفهمیدم که برای من خیلی گپ زدن، خودشون رفتن گپ زدن. راهی کی رو میگیری؟ دموکرات آزادی است، کسی چیزی گپ میزند میرود آزادانه گپ میزند. با جایی که من مثال اینقدر دستاوردهایی که من چمپیون جهان و چمپیون های چندین چمپیون آسیا و من 3 دفعه چمپیون جهان اکمالدین کریموف و من در طول این قدر سالی که من سرمربی بودم چندین چمپیون های جهان و چمپیون های آسیا که حسابشون زیاد است. من کمروشو استوپریون در دوره نبی محمد خورکشف جایزه دارهای چمپیونات جهان بسیارن، اینو به حساب خدام خسروف چمپیون، نازیموف جایزه دار چمپیونات جهان، چمپیون آسیا. من میگم که زیادن، زیاد. هر سال 4 5 تا 6 مدال طلا من از چمپیونات آسیا و از چمپیونات جهان با مدال های جای دوم و سوم برمیگشتیم. من نفهمیدم سببش چی شد که این یک بار خیلی به همین قرار اومدن. اینا از خودی همون رئیس کمیته فهمیدن ممکن است که بچه خاطیه و پیشنهادی فدراسیون اون معنی رو ندارد که معنی ندارد که حتما اجرا شود. پیشنهادی فدراسیون میگن تحلیل میگن میسنجن، باید مسئولیت کنی، شینی یگان جلسه گذرانی. ما با و شخصیت دیگر مربیان نمیرسیم، ولیکن هر یک نمود همون و متخصص خودش دارد. طولی 17 سال ناصر بزرگ در جودو فعالیت کردند، ولی امروز با دسته منتخبی تاجیکستان با
سرمربی سامبو تعیین شدن. خیلی باز دیدن در کار که طولی چند قدر سال میگذرد بعد اون وقت موفقیت معلوم میشه. ولی در سامبو از جودو خیلی فرقیت دارد، هم در جهت داوری، هم در جهت لباس و هم از جهت تکنیک و تاکتیک بسیار فرقیت دارد. ولی نتیجه و پیشروی ها بعد چند سال ها معلوم میشه. ولی تا امروز ما خیلی نتیجه های خوب، هر سال مربی بهترین سال. و 2 سال پیش در شهر تاشکند مربی بهترین آسیا اعلام شدیم. برای از کار گرفتن یا اینکه از سرمربی گرفتن یک اساس نو کردن. در فرمان هیچی نوشتگی نیست، همون تعیین کردن سرمربیان نو، همه ناموی فامیلی، همه نمودهای ورزش، همون قریب 30 کسان چند کسان همه خیلی موندگن. سرمربی نورسان، جوانان، کنان سالان خیلی تعیین کردگی در جای ما فامیلی اون کس نوشتگی. تمام.